علیکم برادران عزیز، با شما هستم دلجوی خطلان در کانال خکر پکی. امروز ویدیو درباره یک پروگرام می رود که برای تلفن بسیار لازم است و برای ما هم لازم است. انا همین پروگرامی که درباره اکران می بینید نام دارد سوتوای اپراتوری. خوب با پلی مارکت می داریم، در همینجا پویسک میتیم سوتوای اپراتور میبروید. زال همین پروگرام هست. سکچات میکنیم. هنگامی که سکچات کردیم همین بالای اکران دمیه یک بار همین را زیر میکنیم. وقتی که داخلی پروگرام میشیم کد از منید بودگی همین خیلی رفتن میگیریم. داله رازرشید. خوب پروگرام کاری خود آغاز کرد و با این پروگرام هم میتونیم کدام نمره که ما زنگ میزنه بفهمیم که شرکتش چی است و از کجا زنگ میزند. خوب در بالای بالا میبینیم پویسک پو نمره. یگان نمره میخواهیم که ما بفهمیم که از کجا است، مثال یا که کدام شرکت است. نبینید همین نمره شرکتش واویلون است و خودش نمره تاجیکستان است. مثال کدام که شما در زنگ بزند نشان میده که از کجا زنگ زده است. خوب باز فونکسیای دیگرش مثال میگیریم در ژورنال میدرویم. ژورنال در آمده میگه مثال این نمره بیلاین است، اینش میگافون. کدام شرکتی که نباشد همه را میگد و از تاجیکستان است. مثال خودمان در داخل تاجیکستانیم میگه که همین داخل است. خوب باز برادرها دارد استاتیکا. هنگامی که در استاتیکا وارد میشیم چه قدری که ما مثال با کدام شرکتی که گپ زدیم همه را نشون میده. مثال در مگافونی مثال از من 2 مگافون زدگی، یک مگافونش در 44 مینوت گپ زدم، یکتاش در 33 مینوت. با بیلاین 23 مینوت گپ زدگی و با واویلون 6 مینوت. همش هم میبرورد که مثال ما چند گپ زدیم کجا گپ زدیم. خب اینجا برادرها باز سابشنی ها را نشون میدهد. مثال کی دما سابشنی نوشته از کدام شرکت است. خلاصه به نهایت پروگرام خوب است. بگیرین در تلفنتون استانوف کنین. ویدیو با شما معقول شده باشد لایک مونین، پادپیسات سکنین. باقی در امان